محمدارиф 8 سال مکتب خواند. بعد از روزگار موافقه نکردی رفت ایران، پشت کار و غریبی رفت. 3 سال هم امی آدم بود ایران، همونجا دم کارگری بود دیگه، در حساب برنایی ترا کارگر بود. نمیماد گفت پدر وطن کار نیه، دیگه امنیت نیه، چی کنی در وطن؟ گفتیم بیا خدا مهربانه بیا. زنگ زدیم ای از ایران اما طرف وطن. همین 5 سال نو یک هفته پیش رسید، یک 5 روز یا 6 روز شد که می ختم قرآنش تیر کردیم دمی خانه ختمش تیر شد. بعد از خانه 10 بجه یا برشت رفت. 10 بجه که اونجا فرصتیشه بریم یک روزه سخی جان یک زیارت کنیم پس بیم. اون منش که انفجار شد دیگه بیچاره چند که شهید شد دی خود از آدم مقصد از بین نرفته ده. گفتم اون طرف رایی بودم که از اینجا همی کوچگی زنگ زد که شهیدا را آورده در مسجد. حساب چی شمولگی مسافری چند سال بازم اینجا آمد، قصد درس خواندن داشت، دیگه موفق نشد بیچاره دیگه در این مشکلات. بازم خدا رو شکر میکشیم که شهادت نصیب شده. خدا رو شکر میکشیم.